شما عزیزان، با آموزش یک مدل دامن خیلی زیبا و مجلسی در خدمت شما هستیم. برای این دامن پارچه‌تون حتما باید لخت باشه، مثل پارچه‌های ریون طرحدار، ریونای مجلسی که شیک بشه دامنتون، یا حالا لمه، فرقی نمیکنه. فقط متراژ پارچه یه مقدار بیشتر از دامن‌های دیگه میبره، چون نمیتونید سر و ته کنید و به هیچ عنوان دلا نمیتونید برش بزنید. الگوی دامن 6 ترک رو آماده میکنیم. فقط یا میتونید گشادی پایین دامن رو به الگوتون ندید، یا اگر میخواید گشادی بدید نهایت 4 الی 5 سانت بیشتر گشاد نکنید. این دامن حتما باید قدش میدی باشه، یعنی خیلی بلند، یعنی تا روی پا نباید باشه. حتما باید لااقل 10-12 سانت یا نهایت 20 سانت کوتاه‌تر از روی پا باشه. خیلی بلند نباید باشه، خیلی کوتاه هم نمیتونه باشه. پس قد دامنتون رو در نظر میگیرید. الگوی دامن 6 ترک رو میکشید که قبلا توی پیج آموزشش رو بهتون دادیم. الگو رو که کشیدید، این قسمت رو میتونید 5 سانت از پایین تا خط زانوتون رو میتونید 5 سانت علامت بزنید. به این شکل 5 سانت علامت بزنید. به اینها رو تا طرف دیگه دامن خطوطش رو بکشید. به این شکل، به این حالت. بعد از یک طرف اینها رو قیچی میکنید. ببینید عزیزان، اینها رو از یک طرف قیچی میکنید، به سمت دیگه صفرش میکنید. به این شکل، به طوری که جدا نشه. حالا اگر احیانا جدا هم شد اشکالی نداره، میتونید بچسبونید، ولی سعی کنید جدا نشه که یک موقع اشتباه بکنید. اینها رو قیچی میکنید تا انتها. حالا دوست داشتید خود خط زانو رو هم میتونید قیچی بکنید، میتونید قیچی نکنید. بعد میاد چیکار میکنید؟ اینها رو روی کاغذ مابینشون عوضمان‌های 5 تا 8 سانت میدید. من اینو بهتون نشون بدم، خودم میچسبونم در انتها. ببینید این رو میچسبونید، 5 تا 8 سانت عوضمان میدید. به این شکل 5 تا 8 سانت، 5 تا 8 سانت، 5 تا 8 سانت، مابین اینا رو 5 تا 8 سانت عوضمان میدید. در ادامه ما دور این الگو رو قیچی کردیم. حالا میخوایم بندازیم روی پارچه. ما حالا چون دوخت کوچیک هستش یه پارچه همین معمولی انداختیم، ولی گفتم حتما باید پارچه‌ای باشه که ریزشش زیاد باشه، حتما ریزش داشته باشه. و چون یه دامن خیلی شیک هستش، شما میتونید یه پارچه خیلی شیک انتخاب کنید، یه دامن مجلسی ازش برش بزنید. این رو ما عوضمان دادیم، از یک طرف به این طرف صفرش کردیم. حالا میندازیم روی پارچه، یک لای پارچه و از روی پارچه. ببینید عزیزان، این روی پارچه هم هستش و تکلا. به هیچ عنوان پارچه‌تون رو پشت و رو نکنید، سر و ته نکنید. بگید صرفه‌جویی میخوام بکنم که سر و ته بکنم، یا پارچه رو دلا نکنید. این قسمت بالا که یه خط صاف هست تو راستا قرار میدیم، یعنی از اینجا تا لبه ترکیه پارچه به این شکل و از اینجا تا لبه ترکیه پارچه باید به یک اندازه باشه. این رو تو راستا قرار میدیم، برش میزنیم. بعد مجددا بعدی رو باز به همین شکل، این رو که برش زدیم، ببینید عزیزان، ما این رو قیچی میکنیم. زاپاس دوخت براش در نظر میگیرید. چون مدل آزاد هستش دیگه نیازی نیستش حالا زیاد هم براش زاپاس بذارید. حالا این دامن رو اگر دوست داشتید کمرکش میتونید برداشتید، دوست داشتید میتونید زیپ و کمر بدید. فقط اگر که کمری خواستید بردارید باید دامن ترکتون رو کنترل کمر بکنید، ولی اگر که کمرکش خواستید دیگه کنترل کمر نیازی نداره. الگوی ترکی که میکشید. فقط بهتون بگم عزیزان، هیچ وقت پارچه رو جابجا نکنید، سعی کنید خودتون جابجا بشید. من یه مقدار جابجا میکنم برای اینکه ما داریم فیلم میگیریم، یه مقدار زاویه دید به هم نریزه. مگر نه حتما سعی کنید که موقع برش خودتون جابجا بشید، به هیچ عنوان پارچه رو جابجا. اولی رو قیچی کردیم، دومی رو باز گذاشتیم توی راسته. ببینید عزیزان، راستای الگوی وقتی میخواید، چون این طرف رو ترکیشو قیچی کردید، اینو میخواید بذارید تو راستا، با ترکیه اون طرف حتما بذارید توی راستا. ببینید عزیزان، این قسمت پارچه رو میبینید، این دیگه
میشه قسمت اضافه پارچمون. این هستش که گفتم متراژ پارچه بیشتر میبره، چون دیگه نمیتونم صرفه جویی کنم، چون این روی پارچم بود دوباره اینو به همون شکلی که اولی رو گذاشته بودم، ببینید قسمت پایین بود، اینم قسمت پایین، به همون شکلی که اولی رو گذاشته بودم بعدی رو من روی پارچه قرار دادم. حالا 6 تا از این برش میزنیم و دوختش رو بهتون آموزش میدیم. ببینید ما همه اینها رو به این شکل برش زدیم، گفتم تک تک. حالا اینا رو میخوایم بیایم به هم وصل کنیم. ببینید یک طرف کوتاه‌تره، یک طرف بلندتره. برای وصل کردن ترک‌ها به هم دیگه سمتی که کوتاهه به سمتی که بلنده برای ترک بعدی وصل میکنیم، یعنی این قسمت کوتاهه این ترک رو به قسمت بلند ترک بعدی وصل میکنیم. ببینید به این شکل. زاپاسش رو حتما خیلی در نظر نگیرید، نهایت 1 سانت براش در نظر بگیرید، چون گفتم دامنتون مدلش گشاده، به خاطر همین نیازی نیستش. اگر دوست نداشتید که پایینش گشاد باشه، گفتم اون 4 تا 5 سانتی که به پایین ترکتون به هر طرف اضافه میکردید میتونید اضافه نکنید، یعنی همون مستطیل اولیه رو عوضمان بدید. موقعی که اینها رو میخواید به هم بدوزید به هیچ عنوان پارچتون رو نکشید به این حالت. ببینید پایینش به این شکل میشه، به خاطر همینه که گفتم حتما باید قد دامنتون میدی باشه، چون اگر بلند بردارید این پایین این حالت سه‌گوشی رو پیدا میکنه، میفته روی زمین. باید میدی بردارید که وقتی این حالت عوضمان که دادید نهایت بیفته روی پاتون. حالا ما اینها رو هم ترک‌های دیگر رو هم به این شکل سنجاق کردیم، همه رو به هم وصل میکنیم و به هم میدوزیم، در نهایت کامل شدهش رو به شما عزیزان نشون میدیم. ببینید ما اینا رو چرخ کردیم، با نخ متفاوت هم چرخ کردیم که حالا اگر زیرش هم برگردیم نخواد دیده بشه. به این شکلی رو چرخ کردیم. یه درزش رو ببینید 20 سانت برای زیپ باز میذارید که زیپ میدوزید، بعد کمر میدوزید. حالا اگه کمر کش هم بود که کمرش رو میخواستیم کش بدیم که دیگه کنترل کمر نکرده بودیم. ببینید یه دامن بسیار زیبا و شیک و مجلسی هستش. ببینید عزیزان وقتی میدی برمی‌داریم این ها که آویزون میشه تا روی پا میافته.